که پدر و مادرش از همه بهترند. پرچینم را از لعل و یاقوت و زمرد پر کنید که من حسین پسر اسدالله را کشتم. در سال 61 هجری 72 تن به رهبری ولی خدا امام حسین علیه السلام در مقابل سپاه 35,000 نفری یزید ابن معاویه در جنگی نابرابر به شهادت رسیدند. در آن زمان هیچ کس فکر نمی کرد که این جنگ نابرابر که با شهادت امام حسین علیه السلام و به آتش کشیدن خیمه ها به پایان رسید تا به امروز تأثیرش باقی بماند. این اتفاق اصلی ترین عامل تقسیم مسلمانان به دو فرقه شیعه و سنی بود. اما سوال اصلی اینجاست که چه شد مسلمانان دست خود را به خون نوه پیامبر آلوده کردند؟ در واقعه کربلا چه اتفاقی افتاد؟ ما در این ویدئو بدون سانسور به داستان زندگی امام حسین علیه السلام، حوادث واقعی کربلا و اتفاقات و ماجراهای بعد از عاشورا خواهیم پرداخت. پس اگر آماده هستید بیاین تا ویدئو رو شروع کنیم. قبل از تماشای این ویدئو حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدئو رو لایک کنید و در ادامه با خانه اسرار همراه باشید. بیاین داستان رو از اینجا شروع کنیم. در سال 40 هجری در شرایطی نابسامان خلیفه چهارم حضرت علی علیه السلام به دست یک تن از خوارج به شهادت رسید. شهادت ایشان ارثی سنگین از فتنه ها و آشوب ها را بر دوش فرزند ارشد ایشان امام حسن علیه السلام گذاشت. امام حسن پس از شهادت پدرش خلافت را در حالی بر عهده گرفت که والی شام معاویه برای خلافت دندان تیز کرده بود و از طرفی سپاه عراق از جنگ‌های داخلی و تفرقه ها خسته و درمانده بود. تمامی این عوامل باعث شد که امام حسن گزینه‌های سختی را پیش روی خود ببیند تا اینکه یک سال بعد در سال 41 هجری ایشان از حق خود در خلافت دست کشیدند و صلحنامه‌ای را با معاویه منعقد کردند. امام حسن این تصمیم را برای حفظ جان و مال مسلمانان گرفته بود و قرار بود این اقدام در سالهای بعد موجب وحدت مسلمانان شود. صلحنامه منعقد شده با معاویه مشروط به چندین شرط بود. مثلا اولان که امام حسن حق خلافت را به معاویه واگذار کند در حالی که ایشان و یارانش در امنیت کامل باشند و یک شرط مهم آن که معاویه حق نداشت بعد از خود برای خلافت جانشینی تعیین کند. پس از این صلح جهان اسلام شاهد تأسیس دولت ننگین اموی با اعلام معاویه به عنوان خلیفه بود. اما طولی نکشید که اقدام‌هایی برای به شهادت رساندن امام حسن شکل گرفت. به همین خاطر امام عراق را به قصد مدینه ترک کرد. امام حسن باقی مانده عمر خود را در مدینه سپری کرد و در نهایت به دست همسر خیش به وسیله زهر به شهادت رسید. در این وضعیت آشفته خلافت معاویه چندین سال ادامه یافت تا اینکه او نیز به پایان عمر خود رسید و با زیر پا گذاشتن عهد خود یزید فرزند ننگین خود را به عنوان جانشین خود منصوب کرد. این اقدام با مخالفت بسیاری از صحابه مواجه شد. با مرگ معاویه در سال 60 هجری اوضاع بدتر شد و یزید بلافاصله پس از به دست گرفتن خلافت توجهش را به سوی امام حسین علیه السلام معطوف کرد، زیرا امام در آن زمان گزینه بسیار مناسبی برای خلافت بود. یزید به والی مدینه دستور داد تا هر طور که شده از حسین ابن علی بیعت بگیرد. امام حسین مجبور شد از شر فتنه های یزید به سوی مکه برود و در آنجا اقامت کند. در این حین صدها نامه از اهل کوفه به دست ایشان می رسید که از ایشان خواسته بودند به کوفه بیاید تا یزید را خلع کنند و با امام به عنوان خلیفه بیعت کنند. امام برای اطمینان از وضعیت
سفیری به نام مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد. هنگامی که مسلم به کوفه رسید با استقبال گسترده‌ای مواجه شد. 12,000 نفر از اهل کوفه با او بیعت کردند. در این زمان مسلم نامه‌ای به امام فرستاد و ایشان را دعوت کرد که به کوفه بیاید. در واکنش به این اتفاق یزید دستور داد والی کوفه را عزل کنند و امور کوفه را به والی بصره عبیدالله ابن زیاد واگذار کنند. عبیدالله به سرعت وارد عمل شد و دستور داد تا رهبران قبایلی که با مسلم ابن عقیل بیعت کرده بودند را دستگیر کنند و هر کس که با او همکاری می‌کرد را با پول بخرند. به این ترتیب حامیان مسلم یکی یکی از او فاصله گرفتند. مسلم ابن عقیل در حالی که در کوچه های کوفه تنها مانده بود در روز 9 ذی‌حجه سال 60 هجری به شهادت رسید. امام نیز بدون آنکه از خیانت اهل کوفه با خبر باشد با خانواده و برخی از یاران خود از مکه رهسپار کوفه شد. پس از اینکه عبیدالله شورش مسلم را سرکوب کرد از خروج امام از مکه با خبر شد. او دستور داد تا نیروهای نظامی برای جلوگیری از ورود کاروان امام به کوفه مستقر شوند تا مبادا مردم تحت تأثیر امام قرار بگیرند. در نزدیکی کوفه یکی از این گروه ها کاروان امام را شناسایی کرد و با دستور عبیدالله عمر ابن سعد با ارتش خود کاروان امام را محاصره کرد. مذاکراتی با امام انجام شد. امام که از خیانت اهل کوفه با خبر شده بود راهی جز مقابله را پیش روی خود ندید. عبیدالله نیز قصد داشت به هر نحوی از امام حسین بیعت بگیرد تا آنجایی که حتی آب را بر اردوگاه امام بستند تا شاید فشار تشنگی آنها را تسلیم کند. عبیدالله به شدت تلاش کرد تا امام و یارانش را با بیعت تسلیم کند، اما امام بر موضع خود ایستادگی کرد و از بیعت با یزید امتناع ورزید تا اینکه در روز 10 محرم ارتش اموی به اردوگاه نزدیک شد و نبرد در گرفت. یاران امام با شجاعت و قدرت تمام جنگیدند، اما تفاوت فاحش در تعداد یاران سبب شهادت تدریجی یاران امام شد. در ظهر عاشورا زمانی که امام حسین خسته و تنها بر زمین کربلا افتاده بود، سنان ابن انس به سوی ایشان رفت و با بریدن سر مبارک امام ایشان را به شهادت رساند. در این نبرد تمامی یاران امام و 2 فرزند ایشان شهید شدند. خیمه ها سوزانده شد و زنان و کودکان به اسارت گرفته شده و به سوی شام برده شدند. بدین ترتیب واقعه کربلا با این کشتار وحشتناک به پایان رسید. اما تأثیر این واقعه تا به امروز همچنان ادامه دارد. البته در همان سالها این واقعه به سقوط خلافت اموی نیز کمک بسیاری کرد، زیرا که نقطه کلیدی تزلزل اموی از عاشورا شروع شد. قیام امام حسین در ادامه با ظهور دولت شیعه در میانه عراق که قصد انتقام خون امام را داشتند به رهبری مختار ثقفی ادامه یافت. یزید برای تثبیت پایه‌های دولت خود به خشونت‌های فراوانی متوسل شد، خشونتی که حتی شامل حال اصحاب پیامبر نیز شد، زیرا امام حسین به ناحق به قتل رسیده بود و این اقدام منجر به قیام صحابه بر علیه یزید شد. اخبار منتشر شده از واقعه کربلا عواقب سنگینی داشت. این خشونت با اعلام قیام گروهی از صحابه در مدینه علیه یزید آغاز شد. والی مدینه و بسیاری از امویان از مدینه اخراج شدند. در عراق نیز گروهی از شیعیان به دنبال انتقام خون امام حسین بودند و به طور مخفیانه تحت رهبری یکی از سران شیعه در کوفه یعنی سلیمان ابن سرد خزائی گرد هم آمدند. یزید در سال 63 هجری این شهر را محاصره کرد. این محاصره پس از مدت کوتاهی به سقوط مدینه انجامید و به دستور مستقیم یزید این شهر به مدت 3 روز مورد غارت قرار گرفت. در این مدت سپاه اموی جنایات هولناکی را مرتکب شد و بسیاری از اهل مدینه را به قتل رساند. پس از این کشتار یزید دستور داد تا والی خود به مکه برود و بیعت عبدالله ابن زبیر را بگیرد، کسی که بیشتر از بیعت با یزید امتناع کرده بود و پس از شهادت امام مردم را بر علیه او شورانده بود. والی یزید در مسیر فوت کرد و حسین ابن نمیر
فرماندهی سپاه اموی را بر عهده گرفت. او به مدت تقریباً 2 ماه مکه را محاصره کرد و بارها با منجنیق به آن حمله کرد تا اینکه آتش به کعبه رسید. عبدالله ابن زبیر با شجاعت از مکه محافظت کرد و نگذاشت که سپاه اموی به شهر وارد شود. اما آنها خسته و در آستانه شکست قرار داشتند که خبر مرگ ناگهانی یزید همه چیز را تغییر داد. مردم به سرعت با آل زبیر بیعت کردند و سپاه اموی ناچار به عقب نشینی شد. بدین ترتیب خلافت آل زبیر شکل گرفت که در مدت کوتاهی شاهد گسترش چشمگیری بود. حجاز، مصر و عراق تحت سلطه آل زبیر قرار گرفتند. پرچم‌های گروه توابین از کوفه بلند شد. سلیمان ابن سرد خزائی که نتوانسته بود در عاشورا حضور پیدا کند بر این باور بود که شهادت تنها راه توبه است. او به همراه تعدادی از یارانش سپاه توابین را تشکیل داد که شامل 4000 جنگجو بود و به سوی شام حرکت کرد. آنها در نبردی با سپاه اموی که متشکل از 40,000 نفر سرباز بود به چالش بزرگی برخوردند. سلیمان ابن سرد از زمان خروجش به دنبال پیروزی نظامی نبود، بلکه هدف او تنها شهادت بود. او با یارانش در نبرد جانفشانی کرد و پس از آن آنچه که از توابین مانده بود به سوی کوفه عقب نشینی کردند تا به جنبش مختار ثقفی بپیوندند که با شعار انتقام خون حسین آغاز شده بود. مختار توانست پروژه‌ای برای ایجاد دولت شیعه که به علویان وفادار بود ساماندهی کند. در نهایت مختار موفق شد والیان زبیر را از کوفه بیرون کند و قدرتش را به تدریج افزایش داد و در نهایت شامل ولایت کل عراق شد. پس از موفقیت‌های نظامی او شروع به قصاص قاتلین امام کرد و توانست همه فرماندهان ارتش اموی مانند عمر ابن سعد، شمر ابن ذوالجوشن و سنان ابن انس را قصاص کرده و اجسادشان را بسوزاند. از عادتهای او این بود که سر قاتلان را در وسط قصر کوفه همانجا که سر امام را گذاشته بودند میگذاشت. قدرت مختار به شدت در نبرد موصل تحت رهبری ابراهیم ابن مالک اشتر افزایش یافت، جایی که او با ارتش شام مواجه شد و موفق به کشتن عبیدالله ابن زیاد شد. پس از پیروزی بر ارتش شام، مختار باید با ارتش زبیر که از بصره آمده بود مواجه میشد. عبدالله ابن زبیر برادرش مصعب را مأمور کرد تا دولت مختار را در عراق سرکوب کند. ارتش مصعب با ارتش مختار به رهبری الحمر در نبرد المزار دیدار کرد که در این نبرد ارتش مختار شکست سختی خورد و فرماندهانش همگی کشته شدند. در نتیجه مصعب موفق شد وارد کوفه شود. یاران مختار به سرعت تسلیم شدند زیرا مصعب به آنها وعده امنیت داده بود. مختار نیز با 10 تن از یارانش به تنهایی به نبرد پرداخت و در جنگی نابرابر کشته شد. سر او بریده و به دست مصعب داده شد. باقی مانده یاران او نیز به دست مصعب به شکل فجیحی کشته شدند. در سالهای بعد جنگ‌های بسیاری در سلطنت آل زبیر اتفاق افتاد که رفته رفته موجب سقوط آنها شد. خون امام حسین تا به امروز گریبانگیر بازمانده‌های این قوم در عراق و سوریه هستش. انتقام این خون تنها به دست یک نفر گرفته میشه و او کسی نیست جز حضرت بقیت الله امام زمان عجل الله. انشالله هرچه سریعتر ظهور حضرت حق فرا برسد.